بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از بیان اصل جریان تجاوز ابتدا مقدمه‌ای مهم ذکر می‌کنیم. زمانه‌ای بود پر از جهل، تکبر، کفر، بتپرستی و بدعت. پس الله تعالی در شب جزیره سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم را به پیغمبری برگزید و با رسوم جاهلیت و موارد فوق مبارزه کرد. با کتابی هادی و شمشیر یاریگر عزت به ارمغان آورد. با آنانی جنگید که می گفتند ما آنچه که پدرانمان را بر آن یافتیم را پیروی می کنیم. با آنانی جنگید که مستکبر بودند و حرف حق را از کسی که وی را از خود پایین‌تر حساب می کردند قبول نمی کردند. پس محمد فرستاده الله صلی الله علیه و سلم را غربا و فقرا لبیک گفتند، نه مستکبران و آبا اجدادی ها و ملی گرایان. او این گونه ملت‌های متفرق را زیر یک پرچم جمع و متحد کرد و بعد از وفات خود کتاب و سنت بر جا گذاشت، مادامی که به آن چنگ بزنند گمراه نخواهند شد. و البته فرمود که اسلام در غریبی شروع شد و زمانی در آینده خواهد رسید که دوباره غریب می شود، پس در آن زمان خوشا به حال غریبان. ایشان به یارانش در مورد آمدن زمانه‌ای پر از فتنه یا همان سالهای پر از جهل علما و کثرت ظلم و بیدینی و از بیخاصیت بودن مسلمان نمایان با وجود کثرت جمعیتشان خبر داد. خبری دردناک برای امتی که قرار است وارثان زمین شوند و با این فتنه پیش رو چنین قیامی بزرگ چگونه پیش خواهد رفت. این گونه که الله تعالی این امت را به اعتصام وحدت هم فرمود: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و همگی به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و متفرق و فرقه ها نشوید. پس یاران او صلی الله علیه و سلم کتاب و سنت را بین خود محکم گرفتند و در هر اختلاف و نزاعی به حکم او رجوع می دادند. کتابی پر حکمت که به کفر ورزی نسبت به طاغوت امر می کرد و هر عبادتی را برای الله خالص می گرداند. صحابه دریافتند که حتی اگر در قوانین وضعی و جعلی مشرکان از آنان اطاعت کنند، خودشان هم مشرک می شوند ولو نظر شرکی و سجده قبر و بت نکرده باشند. اما آیا امت آخر الزمان این را درک می کند؟ صحابه احسن القول که به کتاب و سنت نزدیکتر بود را بین خود مرجوح قرار دادند و روی عرف کس از میان خود بابت سابقه یا بزرگی سن یا بر آبا و اجدادش تعصب نکردند. سال به 93 بعد از هجرت رسید. دیگر کسی از صحابه زنده نمانده بود جز انس که او هم به عنوان آخرین صحابی وفات کردند. از این اساتید به شاگردانشان یعنی به تابعین امان سلوکشان به یادگار رسید. آنان هم کتاب و سنت را و ترک تشدد و تفرق را و گزینش احسن القول را بین خود لازم گرفتند و همینطور تابع تابعین نیز همینطور در میانشان امامان و محدثان و فقهای وارثه‌ای پیدا شد. واقعاً که اول این امت خیر و برکت بود و آخرش در شر و فتنه می افتند. راز عزت و سرفرازی اول امت همان یک پارچگی و رجوع به کتاب و سنت است. این علمای اول امت یا به اصطلاح سلف صالح امت رنج فراوان در راه دین بردند و با وجودی که در ممالک دور پراکنده شدند ولی دینشان پراکنده نبود و یکی بود: قرآن و سنت به فهم صالحانشان، آن هم بدون تشدد بلکه بر مبنای اتباع از صحیح ترین قولها. البته فتنه های به خاطر بعضی ملوک گمراه دامنگیر این مجتهدان و بزرگواران هم گردید، ولی راه استقامت در پیش گرفتند و خود را ذلیل نکردند تا اینکه ائمه سلف وفات کردند، شاگردانشان هم وفات کردند. اکنون سال از 300 رد شده و به اوایل قرن چهارم وارد شده. حالا دیگر زمزمه های دوری از کتاب و سنت احساس می شود. یکی می گوید امام شهر من برایم ارجح تر است، آن یکی می گوید امام من اعظم است، آن یکی می گوید سواد اعظم ماییم.
یکیشان هم نمیگوید پس طریقه آنهایی که دارید سنگشان را به سینه میزنید به کجا شد؟ اعتصام به رسمان محکم الهی و پریز از فرقه گرایی. به هر حال از سهل قولها رها شد و دیوارهای بتونی و غیر قابل تغییر و جابجایی به دور خود کشیدند و نام آن را مذهب گذاشتند. دیواری بلند که چیزی نه از آن خارج شود نه به آن جدید وارد شود. برایش اصولی تراشیدن و قوانینی ساختن، از جمله این که وارد شدن مردم به داخل یکی از این 4 مکان بتونی را واجب کردند. یکیشان هم نگفت واجب و سنت که با انقطاع وحی و پایان رسالت نبوی صلی الله علیه و سلم به پایان رسید، مشخص و تمام شد. شما این واجب را از کدام جیبتان در آوردید؟ حتی بعضی چیزهایی که در این بتونهای غیر قابل تغییر وارد کردند چندان موافق و مطابق با کسی از سلف که نامش را بر این مذهب یدک می کشیدن نبود. مثلا در داخل 4 دیواری بتونی یعنی فگری، به جای عقیده ابو حنیفه رحمه الله درباره اثبات درست صفت استوای الله بر عرش و فوقیت او تعالی، به افکار یک متأخر به نام ابو منصور ماتوریدی گرایش پیدا کردند. کسی که صفاتی از الله را تعویل و از اصل آن خارج ساخته بود، یعنی کاری کرد که چندان فرقی با تعطیل صفات الله که همانا شرک است ندارد. همانا این علم دین است، پس ببینید دین خود را از چه کسی میگیری؟ از کسی که تعریف توحید را هم به درستی بیان نکرده و توحید از نظر وی ربوبیت و اسماء صفات است. پس توحید الوهیت که انبیا برای اشاعه آن فرستاده شدند کجا شد؟ از کسی مذهب خود را گرفتند که الله را میخواد با علم مضموم کلام و فلسفه و جملات پیچ در پیچ ثابت کند که مگر فقط خودش بفهمد و بس. خاطر نشان می کنم که محمد صلی الله علیه و سلم با کسانی جنگید که وقتی به آنان می گفتند از آنچه الله نازل کرده پیروی کنید، می گفتند از آنچه پیروی می کنیم که پدرانمان را بر آن یافتیم. و الله چه نازل کرده؟ کتاب و سنت. سبحان الله، چه زود از طریق سلف دور شدند، چقدر استکبار ورزیدند. اقوال راجح کم کم جای خود را به اقوال راکد داد، جای خود را به اقوال انفرادی و تشدد شخصیت گرایی داد. حال 1000 و اندی سال می گذرد امت از آن زمان که در این هچل تقلید و قلادگرایی افتاد. قرنهاست که زمینهایش را و خلافتش را و هیبتش را و وحدتش را از دست داد. احادیث آخر زمان یکی پس از دیگری به وقوع می پیوندند. جهل دامنگیر عالمان شده است. عالم جاهل چه مسماهی، راستگوی حقیقی دارد بین مردم تکذیب می شود و دروغگوی دغل امین شمرده می شود. مردم رؤوس جاهلی را بزرگ خود می گیرند و آنان را با القابی چون سردار و شیخ الاسلام و آقا گنده و چاق می کنند. شرک طاعت به شکل مرموز به میان مدعیان اسمی اهل سنت نفوذ کرده است و بیشتر مردم را کافر کرده است. به کسی که صفات الله تعالی را طوری که حق آنها ثابت و در آنها توقف می کند تهمت تجسیم و تجهیم زده می شود و بالعکس جهمیه های زمانه در پوستین فرقه اشعری ماتوریدی فرقه ناجیه معرفی می شوند. به کسی که به بازگشت و منهج و طریق سلف دعوت می دهد به او بهتان می زنند و دروغها علیش می بافند که وی دین جدید آورده، حال آن که سلف یعنی قدیم و اصل. اتفاقا فرقه ها و مذاهب خودشان جدید هستند چون در عصر سلف ساخته نشده بودند. اگر تمسک به طریقه علمای حق نجد را گوش زد کند به تقلید از رافضه وی را وهابی می نامند و اگر به منهج سلف و ترک فرقه گرایی دعوت دهد او را سلفی ساخت انگلیس و عامل تفرقه می نامند. اگر کسی که به حکم کتاب و سنت مرتد شده را به حق تکفیر کنند او را تکفیری می نامند. اگر در راه الله جهاد کند او را تروریست می نامند. اگر بر حاکمان کافر و طاغوت عضو ناتو و سازمان ملل کفر خروج کند وی را خوارج می نامند. اگر از غلوی خوارج زمانه رویگردانی کند او را مرجعی می نامند. آری این از غربت سلفیت، عقیده‌ای در این زمانه پر از جهل و بدعت و تفرق. حدیث غربا به وقوع پیوست. اسلام حقیقی دوباره غریب شد، اما این بار نه در میان مشرکان قریش بلکه در میان مدعیان ظاهری منتسب به اسلام.
راستی حاصل این فرقه گرایی ها چه شد؟ در میان خودشان هم دهها فرقه فرعی ساخته شد، دیوبندی و نقشبندی و بریلوی و چشتی و حیاتی و مماتی و پنجپیری و وحدت الوجودی و سیفی و صوفی، که هر یکشان وقتی کتابی می نویسد روی جلد کتابش 2 خط القاب پیشوند و پسوند نام حقیرش را از طرفین اسکرت و بزرگ می کنند. داخل کتابشان را که باز می کنی قال الله و قال الرسول آنقدر مشهود و محل رجوع نیست به اندازه قال ملا فلانی و قال شیخ لیویوی. در کتابشان اصل دین پررنگ نیست، کفر بالطاغوت و طریقه آن و توحید حاکمیت و اجتناب از شرک طاعت، از قوانین وضعی پارلمان‌های دولتی و براءت از آنان نیست. نه تنها در کتب اینها نیست، بلکه حتی در کتب مدعیانی که به دروغ خود را به منهج سلف صالح به زور و بهتان نسبت می‌دهند هم نیست، یا اگر هست فقط در حد تعریف اولیه است و عمل نیست. منظورم مدخلیه ها و اخوانیه ها و خلاص مرجعه های نسل جدید است که به نام شبکه های به ظاهر توحیدی ماهواره‌ای است که گرگانی در لباسی میشند. چون هر کسی اسم سلف را یدک کشید و مدعی آن شد سلفی نیست، بلکه کسی است که در عقیده و فقه و اخلاق و جهاد و خلافت و سیاست همه‌اش متبع سلف صالح این امت رحمهم الله باشد. به هر حال چندین مذهب و صدها فرقه درست شدند که حقیقتا دین کامل، یعنی عامه سنت و احادیث و عقاید درست در یکشان جمع نشده. دین در یک مذهب نیست، بلکه در احسن الاقوال از همه سلف صالح هست. نتیجه این مذهب و فرقه سازی چه بود؟ نتیجه این شد که مردم نسبت به دین خود جاهل ماندند. یک موجود مقلد حتی ضروریات اولیه اعتقادی خود را نمی داند و روزی دع کفر و بدعت از وی سر می زند. حتی مفتی های مقلد هم از اینان فراتر نرفتند. کاری کرده اند که مقلدان می گویند خب دین تلفظ دهانی کلمه و نماز و روزه و حج و خوردن گوشت حلال است و بس. یک دین فقه ظاهری بدون عقیده و باور بنیادی. بابت همین نبود عقیده است که جهاد در راه الله و ندای مظلومان ترک شده. ملت مسلمان زیر پای کافر و یا وسط 2 پای کافر است و مسلمان نمای دیگری مثل حباب و کف روی آب دریا بی خاصیت شده. فقط نگاه میکند به تجاوز کفار، یهود و صلیبی و رافضی و مرتدان به اهل سنت و الجماعت حقیقی که نهج سلف در توحید و جهاد را زنده کردن زل زده نگاه میکند. به تجاوز آلت جهل و تقلید بر مغز پوسیده خود هم نگاه میکند و نمیتواند کاری بکند، چون تجاوز ملاهای دین فروش ساحر و بدعتی به دار و ندار خود را اصلا چیزی بدی نمیبیند. اگر هم کسی از پیروان حقیقی سلف صالح حقیقتی به وی متذکر شود، به جای بازگشت اصلاح گرایانه به سلف با یک حرکت سریع به قبل از آن، یعنی به عصر جاهلیت ابو جهل و ابو لهب رجوع می کند و با صدای آمیخته با استکبار می گوید از یک شاعر دیوانه پیروی کنیم، یعنی اجداد ما نفهمیدن و علمای ما با این همه مدارج حوزوی نفهمیدن، شما فهمیدید. نه، ما فقط بر آیین و فرقه پدری خود عمل می کنیم و این گونه به شعور مردم تجاوز شد. الله تعالی ما را از فتنه آخر الزمان نجات بدهد و زیر یک پرچم لا اله الا الله جمع کند. اللهم آمین و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.